همداران عزیز، من به شما طرز تربوز چینی رو نشون دادم. من همین دخترکای ناحیه دنقره که همش بنهایت کار دوست دار هستند، کارکن هستند. تربوز رو آنها خیلی از داخلی زمین میچینن و یک تکته میپرتونن به یک دیگریش رو در قدره جمع میکنن. آنها خیلی جمع میکنن. آنها خیلی جمع میکنن. بعد ماشین هم راه میبیاد و باز خودشون بر میکنن. من چقدر دنوار پیشنگی قید کردم. این خواجگی دیقانی سامانجان است، دهه 400. من همه این دخترکا پتانسیل کلین شونده و همشون کاریگر. از کار نمیترسن، از آفتاب 45 درجه نمیترسن، همش کار میکنن. دیدید من این تربوز رو چینده پرت رفته. تربوز رو ببینید، تربوز 8 کیلو. تربوز چینه که یکم کلانش رو چینده گرفته برده استودن. من دخترکا از پیش گیرم چیندن رو تماشا کنیم، خم شدن گرفتنش رو تماشا کنیم. آنهایش بریگادیر بوده است. گناه که بریگادیر بوده است وایش. انا چیز شد. دیدید از زمین چینده شده. انا تربوز رو هم خیلی میچینن. خیلی خلاصی گپ همداران عزیز، انا این مهنتی گل دخترانی ناحیه دنقره تربوز 15 کیلو و 20 کیلو ببینید سریحات میپرتاین. از زندگی یگان چی میگم ایراد نمیگیرن. یگان عرض و دعوا و وزبینی زندگی نمیگن، کار میکنن. خدا خواهد همه این مادری تاجیک آینده کاریگر فرزندش رو نیست در روحیه کار تربیت میکنند. همداران عزیز، این ماشین پول کرد رفته شده است. در پناه خدا باشید.